بیننده‌های عزیز و ارجمند، حالا ما در یکی از کلانترین بازارهای شهر پنجکین، بازار هومو قرار داریم که اینجا اساساً مصالح ساختمانی به فروش گذاشته شده است. روزهای آخر آوازهای با وجود آمد که گویا در بازارهای شهر و دیهات پنجکین نرخ مصالح ساختمانی از جمله سمنت و شفر خیلی قیمت شد. با سبب نسبتاً پست شدن حرارتی هوا و باریدن باران در بازار هوموی شهر پنجکین شماره تاجران و فروشندگان و خریداران نسبت به روزهای پیشین خیلی کم بودند. با وجود این گروه ایجادی ما با تاجران، فروشنده ها و مردم نیز پیرامون بلند شدن نرخ بعضی نمود مصالح ساختمانی مصاحبه انجام دادیم. حالا با در نزد یک دکان قرار داریم. برادر نام فهمیدتون چی بود؟ حسین صابرجان. صابرجان. من همین ساری همین نرخی همین مثلا ماهی سمین چند پول یک خالتش؟ ماهی سمین 45 سوم، 500 40 سوم. 40 سومونی؟ از شیفر چند پول؟ شیفر 45 سوم، 50 سوم. 50 سومونی؟ یا قیمتی نشده؟ یا قیمتی نه، ارزان. همین آوازه ها بر دروغ می؟ دروغ همش. چی با کوچه و آوازه کردن که همه چیزا تاجری پنجکین قیمت کرده؟ دروغ گفتگی و یا. اینو ارزان فروخته ما. ارزان فروخته. سلامت باشید. شما چی می‌خرید همین روز؟ شیفر ما بسیار چند بود شما؟ محصولات وطنی. آنی چند بود شما با؟ نه چند بود دادنشون نه این ارزی فروشنده و وابستگی نداره. نه من فهمیدم شما ما اینو یگان ما گونه‌بار نیستیم. ما باید بدونیم که سبب‌های بلند شدن نرخ در چیست. من هم نفهمیدم. برای چی محصولات وطنی؟ بله هم سمنت هم قیمت شده باشد که این از دیگر کشور میاد. این شیفر مثل سمنت محصولات وطنی باید اینو ارزان شود. شما اون خریداری کردید دو سه روز آخر؟ دو سه روز برای چی ما هر روز خود ساختمان کارو خریداری؟ چند پول خریدین مثلا؟ قیمت شده که همه چیز. چند پول مثلا سمنت خواکسین 52 سوم شده. خب ماهی سمنت؟ ماهی سمنت 50 سوم. 50 سومونی؟ وقتی که یک ماه پیش دو ماه پیش این 35 سوم. 35 سوم بوده. از شما شیفر خریدید یک ماه؟ شیفر نخریدیم آقا خریدنی برای همون. من ما گفتم که 50 سومونی شد. من گفتم ما استفاده ما نه مقصد ما یک چیز ما ژورنالیست های مقصد داریم که همین جامعه به مردم دونه که برای چی نرخ بالا ما هم همین فهمیدیم برای چی مصالح بله استثمار کدوم داخلی برای چی درخواست قیمت بروشتی برای سبب شده فهم سبب معلوم نیست با تعبیر سنی بروشتی همین هم بینجانا شما چند سال بزنید بازار هم با کار میکنید چی میفروشید شما من مسئله ساختمان چی مثلا سمنت تخته من همین روز 29 سپتامبر نرخ یک خالت سمنت چند پول 48 سوم خب همین گفتن که روزهای آخر سمنت بسیار قیمت شده درست است نکن دو سه سوم بالا رفت 3 سومونیه سببش چی سببش از بالا قیمت شده ما بارخط که میگیریم بارخط بالا شخص میمونه میفروشیم نالوگ میتیم از شیفر امروز چند پول شیفر 50 سوم تا 55 سوم پس من آوازه کردن که شیفر تا 75 سومونی قیمت است اگر راست همه خود شدگی پنجکین به 75 سومون شد 70 سومون 65 سومون شدگی این یگان نباش است می دو سه نمود شیفر است شیفر است این دوشنبه است این خوجند است این حصار است اما این محصولات چوبی چه وضعیتش محصولات چوبی هم نرخش سال بالا رفته حساب کورس و حساب نرخ نمو سال بالا رفته شما از کجا میگیرید نو این سمنت از کجا میگیرید از کجا سمنت سیسول تاجیکستان نه از کجا میگیرید از کدوم شهر دوشنبه خوجند شیفرم هم شما چی فکر دارید چی باید کرد که همین نرخ پایان بیاد از فکر شما چیز از بالا قیمت شده این چیز ما اشکال شده شما هم به هر نام یکوشنم که وای محصولات مسائل ارزان باشد که امروز امکانات های مردم محدود سودا تیز شود سلامت باشید برای کار شما بدین شما کجا خانه کجا به شما خمرتپه خانه کسو دیدم پیش کی وقت میخرید بود شما من یک ماه پیش میخریدم چند بود یک خالت سمنت وقتی 42 سوم بود من 42 سومونیا شیفر خریده بودی شیفر نه امروز چی میگن نرخ به شما چقدر نرخ کردن امروز نرخ نسبت ماه گذشته مثال یک ماه گذشته بالاتر است چقدر بالا 10-12 سومون بالا 10 سومونیا خب فکر شما چی برای چه نرخ من میشود فکر من از بالا شاید از بالا سبب کرانتینا باشه از شاید میدونم سمنت در کجا استفاده میشه در تاجیکستان شیفر هم در تاجیکستان
امروز با شما یک خرده سیمه چند پول گفتم؟ چند سومانی؟ 52 سوم. 52 سومانی. شما چند پول می‌خریدید پیش؟ من 42 خریده بودم، 40 خریده بودم. یک چند ماه پیش؟ شاید یک ماه زیاد شده بود. شما خود اونجا کار می‌کردید یا اونجا؟ نه. پیش کجا کار می‌کردید؟ طرف راسته می‌رفتید؟ پیش من راسته مهاجرت بودم. امسال نرفتید؟ نه، همین کم شدن مهاجرت هم با زندگی مردم تاثیر کرد؟ نه. زیاد تاثیر زیاد. یعنی امکانات خریدارتون کم شد؟ البته. فرزند چند تا؟ فرزند دو تا. دو نفر. خمیرتپه چیکار خانه قیمت همه چیز؟ حالا حاضر محصولات ساختمان هم زیاد قیمت شده بود. مثلا تخت، شیفر، همه شیفر نخریدم 2 سال پیش شیفر خریده بودم. اون وقت ارزان تر بود؟ اون وقت ارزان بود. اون وقت هم بسیار ارزان نبود. تقریبا زیر بود. 10 سوم 12 سوم فرق داره. 2 سال پیش من بعد خوربی دلار هم تاثیر داره که دلار هم بسیار چون اون وقت دلار شاید 700 800 سوم بود حاضر 1000 بالا شده. از همین سبب شاید نرخ چه آرزو میکنید که تویسم نرخ چیکار شود؟ ما آرزو میکنم که در تاجیکستان نرخ با پایان رو مردم جای کار یا با مهاجرت خیلی زیاد است لیکن چون در تاجیکستان اگر جای کار زیاد شود و مردم در همینجا استقامت کنن کار فعالیت کنن این بهتر است برای ما. آرزوی من همین که مردم تاجیک همه وقت در وطن خودش نان یا زندگیش پیش بره. خرید چی مو؟ میخرم تو خود یگان خریدار داره تو؟ دروازه میگم چی میخرم تو خود. نرخ پرسیدید؟ پرسیده گشتی که ما امداسی مخریم. نرخ ارزان قیمت پیش مو؟ باید ارزان باشد ما با. نه شما فهمید نرخ چند پولی؟ اما سیمی شیفر پرسیدید؟ نه این همین مثال نمی کلوتکه میخرم میگم مثال یک دروازه خرم میگم 500 تومان 600 تومان میگه باید مثال من به 450 تومان پیاده دارم. یعنی شما نرخ قیمت دیگه میگید؟ من به خیالم نرمال نیست. نرمال نیست؟ دیگرگونی نیست؟ نه قیمت نیست مثال. شما روزی؟ 500 تومان باشد میخرم من. سلامت باشید. سوجینه به اون سه پرسیدید نرخ چیکار سوجینه باش؟ نه همینجا که برابر نرخ شما اون آخرام از شیفر خریدید؟ شیفر؟ نه نخردگم میدونم. سیمین چند پول؟ سیمنت 50 سوم 52 سوم. قیمت نمی‌نیستم. کن قیمت هیچ نه بود. برای چه قیمت شما میدونید؟ برای چه قیمت؟ نمیدونم. در بازار هما با ما اطلاع دادند که از جمله رنگ‌های گوناگون مسائلی که از آهن استحصال می شود تا به حال نرخ‌هایشان چون پیشتر باقی مانده است. من مسائلی بیان قیمت شده نمی. پروفیل‌های قیمت نشده است. این تروبوی بیان ما آرماتور تمام. یک وقت قیمتی نیست؟ آرماتور یخت باشد راسیسکی. راسیسکی؟ چند بود مثلا یک متر راسیسکی هستید؟ راسیسکی هر خودش است. آره راست. یا اگر اون قیمتی بلند نشده با میشه سیمینت شده. نه سیمینت فرو قیمت نشده. 40 درم 50 درم قیمت شده. سلامت باشید. مورد ذکر است که در برابر بلند شدن نرخ بعضی نمود مصالحی ساختمانی روزهای آخر نرخ مواد غذایی اولیه از جمله آرد، روغن، شکر، قند و غیره نسبتاً قیمت شد که این باعث نگرانی مردم شده است. در یک از کلانترین مغازه‌های خوراکی شهر پنجکین مرکز سودای سلامت ما با مردم و دیگر مسئولین همصحبت شدیم و آنها با ما نیز اظهار داشتند که واقعاً بلندشوی نرخ مواد غذایی از حساب واردات از دیگر منطقه‌های تاجیکستان و بلند شدن قرب دلار آمریکایی وابستگی دارد. حالا ما در یکی از مغازه‌های کلانترین مواد خوراک مغازه سلامت قرار داریم. اینجا اگر تابستان 1 کیلو نرخی شکر همگی 6 سومانی 30 درم را تشکیل میداد و قند سفید 7 سومانی، امروز 1 کیلوگرم شکر 8 سومانی و قند سفید 8 سومانی و 50 درم را تشکیل میدهد. یعنی این از بالوروی نرخ این محصولات شهادت میدهد. اساس قیمت شده بکن اما طرف قیمت هم دوست کرد. مثلا شما چی میخرید این مغازه؟ همه چیز
مثلا شکر میخرم موهی میخرم نسبتا ارزونه همه چیز با کافی تو ارزون خب همین روزهای آخر فهمیدین بعضی چیزا قیمت شما مثلا نرخ روغن اور چی فکر میکنید همین قیمتی از حساب چی بفروش شما نمیدونم نرخ رفتن از بالا ها بوده بیشتر از بالا بوده گیسته از طرفان تجاری مثلا پیش شکر شما لیکن اینجا شکر چند پول میخریدید چند سومون میخریدید وقتی پیش 1 کیلو شکر چند پول بود کیلو شکر 6 تومن 7 تومن بود 6 سومونی من امروز 8 سومونی سلام باشید همین شما روزهای آخر چه کدام قیمتی چه فهمیدید ماشین روغن روغن اور خام من به فکر شما همین سبب در چیست همه باز سنگه میگه که راکیرو راه کیلو قیمت شما مسئله ساختمون هم خریدید من اون چیز اون بود مسئله ساختمان تخت قیمت شده تحت قیمتی از شکری و سیمنتی آیا سیمنت قیمت شده که 38 تومن روز 5 من شما رو هم تو متخصم که یک شهروند عادی پسر میشم که به فکر شما برای چه نرخ قیمت شد وقتی که ما میپرسیم که چی برای چی قیمت شد میگن که ما راکیرو قیمت شد از آنجا از ولایت تا اینجا آمدن راکیرو 4-5 هزار در ماشین است به هر نوع این برای مردم دشوار است دشوار است اکمال جان خواهیتون؟ ملکو اکمال جان من همین روزهای آخر چی قیمت شد نکنم روغن، آرد، شکر چقدر قیمت شد؟ قیمت 10% قیمت شد. قیمت شد سبب چه برای این قیمتی از کجا پیدا شد؟ حسابی واردات، نرخ رفتن بالا رفتن کورس ها شما از کجا هم باید خریداری میکنید مواد؟ کجا این کورس دلار هم بالا رفت بالا رفتن این تاثیر میکنه تاثیر میکنه. خب مثلا همین یک 5 لیتره مثلا همین گلستان چند بول بوده از چند بول شد روغن 5 لیترش 52 تومن، از 58 تومن. 50 تومن شده ها چی باید که شما چی پیشنهاد دادید همچین فروش برای شما هم ضرر آور می فایده آور می خیلی ما اکو فایده کمتر مونده میفروشیم ما خلق مبازی میشه وقتی که نرخ بالا رود خلق هم طلباتش سوس میشه خیلی امکانات خیلی نداره بعضیش هست واقعا امروزها بلندشوی نرخ نه تنها در شهر و دیهاتی پنجکین بلکه در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز با مشاهده می‌رسد این بار دیگر گواه بر آن است که ما همگان باید برای زیاد نمودن استحصالات داخلی همه‌طرفه مساعدت نماییم همزمان مقامات دختر برای پیشگیری با راه‌های صنعی بلند برداشتن نرخ مصالح ساختمانی مواد خوراکه تدبیرهای مشخص اندیشند سنجش و نظارت‌ها و موادهای ما پیرامون بلند شدن نرخ در برنامه‌های نوبتی بازار و خریدار برای شما منظور خواهد شد